120,000 تا سکه دارم و کمتر از 30 ثانیه میخوام تبدیلش کنم به 1,000,000 سکه جلو چشم همتون. واو مگه میشه؟ خب بچه ها نگاه کنید، الان 129,000 تا ما سکه داریم. ببینید دقیقا داره میشه 130,000 تا. خب واسه این کار وارد ستینگمون میشیم، جلو چشم همتون دارم انجام میدم. وارد تاریخ و ساعتمون میشیم و زمان و تاریخ خودکار رو غیر فعال میکنیم و روی تنظیم تاریخمون میزنیم. سالو میاریم به کمترینش، یعنی 2007. میبینی؟ آوردیم روی 2007، بعد تایید رو زدیم. 129,000 تا هم توکن بیشتر نداشتیم، تو ذهنت باشه. با این روشی که من دارم بهت میگم مطمئن باش تو یه روز میبینی 50-60 میلیون توکن میتونی جمع بکنی. 50-60 میلیون سکه هم حداقلش. نگاه کن الان برگشتیم بازم داخل تلگرام. میخوام نشونتون بدم که یه موقع فیک نیست، یه موقع خیال نکنی حالا یه یعنی در از داریم کامل انجامش میدیم. میبینید تبم میکنم روش، هی دارم میزنم روش و سکه جمع میکنم. حالا برگشتیم نگاه کنید داخل تاریخ، یه روز بردیم جلو تاریخو، یه روز بردیم جلو. حالا بازم برمیگردیم به اونجا. 129 تا هم داشتیم، 129,000 تا. الان نگاه کنید شدیم چقدر؟ 388,000 تا. مدام هم دارم میزنم روی سکه، میبینی هی سکه هم داره اضاف میشه که شما خیالتون راحت بشه که هیچ حیله‌ای داخل این ویدیو نیست. ساعت منم میتونی بالا نگاه کنید، دقیقا ساعتش هم مشخص که اصلا کم و زیادم نمیشه، همون ساعتی. میبینی ساعت 3:41 نصف شب هست. میبینی 388,000 تا. حالا بازم بریم اینو زیاد میکنم. الان من دارم براتون آموزش میدم چون که یاد بگیری دقیقا جریان تو چیه، وگرنه اگه خودم بخوام سریع انجامش بدم تو کمتر از 30 ثانیه راحت میرسم 1,000,000 تو کمتر از 30 ثانیه. حالا با هم انجامش میدیم، نگاه کنید. حالا بازم برمیگردیم تو تاریخ. آها اینجا اومدیم، نگاه کنید. 1 ماه میبریم جلو، 1 ماه میبریم جلو، رفتیم روی 12. حالا بازم برمیگردیم، نگاه کنید 389,000 تا داشتیم، شدیم چقدر؟ 648,000 تا. یعنی 300 یعنی 2 برابر شد. بازم بخواد حسابشو بکنی، الان اینجا شد 2 برابر، 648,000 تا تو کمتر از 10 ثانیه 15 ثانیه آقا شده اینقدر. حسابشو بکن. حالا بازم برمیگردیم، نگاه کن 649,000 تا ما سکه داریم. بازم برمیگردیم داخل تنظیمات تاریخ. میبینی اینجا 1 سال رفتیم جلو، 2 سال آقا 2 سال میبریم جلو، تاییدم میزنیم. برمیگردیم بازم داخل 649,000 تا داشتیم، شدیم چقدر؟ 908,000 تا. یعنی تقریبا 1,000,003 سوت رسیدیم. 3 سوت. بازم دارم بهت میگم چون دارم آموزش بهت میدم. الان 5 دقیقه این ویدیو مثلا طول کشیده، یه موقع با خودت نگی نه تو 5 دقیقه طول کشید. دارم برات آموزش میدم. خودم بخوام 3 سوت انجامش بدم، یعنی خودت هم بخوای انجامش بدی تو کمتر از 1 دقیقه 2 دقیقه راحت 2,000,000 سکه جمع میکنی. میبینی طرف مثلا زده نمیدونم 900 میلیون سکه داره، 800 میلیون سکه. اینا همش از این روش ها دارن به دست میارن. ولی تو ذهنت باشه اینجا حتما باید یه به قول معروف توسعه‌ای بهت بکنم. اگه یادتون باشه واسه تفسواب میگفتن تاریخ 10 خرداد 12 خرداد دیگه قراره مثلا لیست بشه تو صرافی که دیگه نتونه کسی سکه استخراج بکنه از تلگرام. یادتون هست؟ بعد چی شد؟ اومد 1 ماه افتاد عقب‌تر، یعنی تقریبا افتاد واسه 7 تیر اگه اشتباه نکنم قرار لیست بشه داخل صرافی‌ها. خود تلگرام، خود تبسوآپ هم اومد داخل تلگرامش یه پستی گذاشت و داخلش نوشته بود دلیلش هم اینه که ما مقداری آدم شناسایی کردیم که دارن تقلب میکنن، ما میخوایم اینا رو شناسایی کنیم. یعنی میخوان متقلبا رو شناسایی کنن. الان این کاری هم که من دارم داخل این ویدیو انجام میدم اوه دیگه 100% تقلب هست. خیلی هم دارن این کار رو انجام میدن ولی نمیدونن که این باعث میشه که خود تبسوآپ شناساییشون بکنه. پس من بهت پیشنهاد میدم به هیچ وجه این کارو انجام بدی. چند تا از بچه ها از تلگرام واسه پیام داده بودن که چجوری مثلا خیلی ها این همه
سکه دارن. من از روز اول دارم این همه جون میکنم ولی مال خیلی ها از میلیاردم رد کرده. خواستم واسه خیلی حالا مثل رفیقمون که این فکرها رو تو کلشون بود که جریان چیه، این ویدیو رو درست کنم که اصلا بفهمن جریان چی هست. و منم بهتون پیشنهاد نمیدم به هیچ وجه این کار رو انجام بدید. این همه سکه جمع کردید به صورت قانونی، اگه یه موقع به قول معروف از این کارا بکنید شاید آقا 1% متوجه بشن و این همه تلاشتون به هدر بره. خب بچه ها، این ویدیوی امروز ما بود. دیدین تو 30 ثانیه تونستیم 1 میلیون سکه جمع کنیم. جلو خودتونم انجام دادم، ساعتم بالا مشخصی که هیچ حیله‌ای در کار نبوده. خیلی دوستتون دارم. لایک ویدیو، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، فعلا.